Ana دیگه hayaka. Ana. Kiye o? Başti kullanım. Hı? من مثلا با یکون نفیم با مادر کلابی بیبرینه شید نفیم مثلا با دولت خواه علیکم. هیچ کنم. یافتی وقتی شف با پیش گاب نیست دلر محمد جون گاب نیست علیکم بسلام نمیشه اما پیری شیده چی بقیه پیر شیده؟ تمام افیر دایم بدر افیر دایم اوه 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 قبل سبیو هم سبیو 7 نفر کلای کارمونه باردارم کسا چخیر بره سازی اکای شریف بابت سازی هم خوبه بلد چی بخیر مازم گریخته ایستاده است من مازم گریخته ایستاده است گریب شدیستم ریسک 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 9 نفر شده 10 نفر بیا 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 کلای کارمونه نام کسا سلام علیکم و علیکم سازی اکای شیر خوبی توی دقیقه رقص کردیم اکا چکا کنیم خیلی کن توی دا جماندی توی کی دا آخری ایشون ده توی نورولا دا توی حاجی ده چی گپه تنگ چرا این روز تنجه بر وقت هلی ساعت 8 اولی هنه کی چی با بر وقت هیچ کنی زیفی کو خیلی تا بگیم بیا بگی آخی اگم فلک فلک چی باشه فلک فلک از سنگ تابوت می تراشد نمیدانم کی تابوتی کی باشد
بیا ای دوست قدری هم بدانه می مبادا تابوتی ماموت باشد. مایل اسماعیل برکه اسماعیل هی فلک ببین که از پی دوان دارده ها برگشتن چیدنم تماشا دارده. هی فلک ببین که از پیرنا دارده جان بر خوردن گشتنم تماشا دارده. ذکر پیت کردی؟ کردی؟ هیچی نمیمونه. اول بیست دوستانی گرامی قدر اول بیستین یادم بیشه اول توقعت کنی 500 نفر شیم اکای نورالله بیاده که جوی تکی جوی سلکا پرتو او کدی چی؟ مرا نه چی تمام بیا آبروی اهل دین از آبروی مادر است هر چی دارد این جماعت از دعای مادر است. هی آنچه در وصفی بهش قرآنی کریمه صاحبی قرآن بگفتا زیر پای مادر است. شبها و ستاره می رود نالیش می از آبی دو دیده تر شود بالیش تمی خدا در دوست بشینه سری بالین می آه کوا چای جانه بیشنود نالیش می هی دوست گفتم دست دادم همچو دوست هرچی گفت با جان گفتم کی نکوست لیک امروز خنجر دیدم زی پوشت پرسیدم خنجر زی کیست گفتن زی دوست. سرد گردم سرد صد بار میگردم سگان در کوچه ها خوابند ای من بیدار میگردم. براماد رفتو
دیر که نمیفیر دیدم نگاری خود را میگشت گیردی خانه برداشت ربابه میزد یک ترانه ای دیدم نگاری خود را میگشت گیردی خانه برداشت ربابه میزد یک ترانه این نام مرامی من بود رفت و نیزامی من بود این نام مرامی من بود رفت و نیزامی من بود این داستانی خضرای تکرار میکنم من این داستانی خود را تکرار میکنم من حالا که در این بزم همه یک جای می ای صحبتی هم دیگر دم آسایم جمعیت این بزم غنیمت شمره می تا باز کی دانده که جا جمعایم واسه غذاست امروز جان مبتلاست امروز غوغای روز محشره آه در فقیراست امروز زندگی را رنج دادم چند سال زندگی را رنج دادم چند سال آفرین بر طاقتش ترکم نکرد گوشی کر بفروش و گوشی خر بخره گوشی خر بهتر بود از گوشی کر پیاله اگر شود خالی جهان ویران نمیگردد به وقتی تنگ دستیت رفیق بگاه نمیگردد شرابی تلخ نمی نوشیم ولی مستان نمیگردیم لباسی کهنه می پوشیم
ولی مردانه میگردیم لباسی که نمیپوشیم ولی مردانه میگردیم روز و شب با ذوق دل قرآن تلاوت گر کنی تا دم صبح صفا طاعت عبادت گر کنی کعبه حق را هزاران بار زیارت گر کنی تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول است مقبول است اندر این ره گر زنی با دین ایمان دست پا گر به زوری باز و سازی 100,000 خانقا عیسی مریم بیاید از سما سازد دعا خیزر باشد از برایت مرشد و هم رهنما تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول است طاعتت بیکار است اصلا نمیابی ثمر 100,000 نکی سازی فعلی بدارد اثر سوخته از دامانی تو از خیش هستی بخبر دانکی از عرشی عظیم بالاتر از امری پدر تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول است مقبول است مشربا از می سفرداری نکو کردار باش مشربا از می سفرداری نکو کردار باش بندگی را پیش کن شب تا سحر بیدار باشه ناله از توفیق قیامت بس کن و هوشیار باش خواهی جنت با پدر همیاور و همیار باش تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول است مقبول است تا پدر راضی نباشد نمازات مقبول است ای افیره دیرتر مونه ما اوه هیچ نیست سلام علیکم مکازمان سوزن روستیگاه به فیر دا ادام نیسته میگن ساعتی 9 دامونه باشه یا ساعت پس ده یا ساعت پس یکیم ساعت پس آخی 15-20 نفر 30 نفر خطینه میشه برادر همه کسا که بدرویم با زور میشه برای چند روزه مفترسن که افیر کنین ساعتی 9:00 دمو نمیشتن میشه برادر برای دم نیست آخی
کو همه کسا لایکو رامون خیلی همه بدرویا او دام نیست برادارم او دامون نوای خورو من دستان اسام داریم که سفرخون بگو نگاه کنه که سفرخون نگاه کنه که نمیدونم کمون لایکو را همه کسا خیلی اقلا یا 50 نفر شیم بالا را بخون بالا را بخون کو همه کسا دموی نو درامدگی و لایکو را همونان شاگرد یکم بردی گیجوی بالا را بخونه برده سمندر سری چشمه کو دموی نو درامدگی همه کسا لایکو رامونن مرگش در سری خبرش گریست تنها چی سود از خفای تابوتش صدا گفت تنها چی سود بعدی مرگش در سری خبرش گریست تنها چی سود از خفای تابوتش صدا گفت تنها چی سود که سفرخون یک سرود استاد ایگنبردی و بخوان و مخلصات امریکا همه دونو مخمه کیره ایگنبردی افتاقت نمیدونم ما سایوش همون باید حالت کی زنده بود قدرش نکردی ناخلف حالت کی زنده بود قدرش نکردی ناخلف این زمان بالای خواه کش این پریدن ها چی سوده یک تصویر پدر بخون و نمود آمودن بودرن ندارن بکنش باشد اینجا یک از بسیاری باید بفته دیدم پدره کی از پیسر آزار دید از جورای پیسره او زحمتی بسیار دید روز بیگذشت و آن پیسر گشت پدره روز بیگذشت آن پیسر گشت پدره او از پیسری خشنین آزار دید یارا سخنی پدر شکستن عیب است یارا سخنی پدر شکستن عیب است آه در خدمت او کمر نبستن عیب است بشنیدنی دردی دل او مشکل نیست بشنیدنی دردی دل او
آه بشنیدن آرام نشستن عیب است بشنیدن آرام نشستن عیب است هرگاه به من بیمانی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی هرگاه به من بیمانی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی با هزاران شادی و فهم یادی شون گریه کنی یادی شون گریه کنی یادی شون گریه کنی با هزاران شادی و فهم یادی شون گریه کنی یادی شون گریه کنی یادی شون گریه کنی بیا بیرویم از این ولایت من تا دستی مرا بگیر و من دامنی تا جای بیرویم هر دو بیمار شویم من از غمی تو از غمی منه هرگاه به من بیمانی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی در غمی من گریه کنی با هزاران شادی و فن یادی شون گریه کنی یادی شون گریه کنی یا هورایی بلا ما گریب شیزم چو ها؟ گریب شیزم ما خدم عجل و میس ایدا عجل مرا مسئله در ترک مونده میشم سمندر نغمه نوجور